سلام دوستان، امروز اومدم با آموزش یک کیک خونگی هویج گردو. مواد لازم برای این کیک: 3 عدد تخم مرغ، 2 پیمانه آرد، 3/4 پیمانه روغن و 1 پیمانه شکر. از هر لیوانی که برای پیمان استفاده میکنید تمام مواد با همون پیمانه کنید. هویج، من 2 عدد هویج متوسط استفاده کردم و گردوی خرد شده. دارچین، 1 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 2 قاشق چایخوری، نمک، نوک قاشق چایخوری و وانیل 1 قاشق چایخوری. آردمون رو به همراه بیکینگ پودر، نمک و پودر دارچین 3 مرتبه الک میکنیم. الک کردن آرد باعث میشه کیکمون بهتر پف کنه. تخم مرغامون رو به همراه شکر و وانیل داخل کاسه می‌ریزیم و به مدت 5 الی 6 دقیقه هم می‌زنیم. این کارو میتونیم با همزن دستی هم انجام بدیم، ولی با همزن دستی زمان بیشتری می‌خواد. من خودم یه همزن برقی ساده دارم و برای هم زدن از اون استفاده کردم. مرحله هم زدن خیلی مرحله مهمیه تو پخت کیک. اگه این مرحله رو درست انجام بدیم باعث میشه کیکمون بیشتر پف کنه. هنگام هم زدن 2 الی 3 بار دورگیری میکنیم تا مواد خوب با هم مخلوط بشن. وقتی که مواد کرمی شکل، حجم و یک دست شد، روغن رو بهش اضافه میکنیم و باز به مدت 30 ثانیه مواد رو با هم میزنیم. آردمون رو به مواد اضافه میکنیم. من اینجا دوباره هنگام اضافه کردنم الک کردم. بعد با همزن دستی یا لیسک مواد رو آروم، دورانی و در یک جهت با هم مخلوط میکنیم، جوری که آردا گوله گوله نمونه. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم با یه دونه لایک، دنبال کردن و معرفی به دوستاتون و یا گذاشتن یه نظر به من انرژی بدید تا من بتونم براتون چیزهای بهتری بذارم. بعد هویج رنده شده و گردوی خرد شده رو به موادمون اضافه میکنیم و آروم مواد رو با هم مخلوط میکنیم. اینجا من فرو از قبل با دمای 175 درجه داغ کردم. بهتر فرو از قبل 15 الی 10 دقیقه از قبل فرمون رو داغ کنیم. بعد کف قالبمون رو کاغذ روغنی گذاشتم و اطراف قالب هم با روغن چرب کردم و همه مواد رو داخل قالب ریختم و
اینجا چون قالب من کمی بزرگه و مواد کمه، کیک من نازکتر میاد. مواد رو داخل فر از قبل گرم شده میذاریم و به مدت 30 الی 35 دقیقه به هیچ وجه در فر رو باز نمی کنیم. بعد با خلال دندون یا چاقو تست میکنیم که آیا کیکمون پخته یا نه. یه دونه خلال دندونو وسط کیک فرو میکنیم. اگه خشک اومد بیرون کیک کاملا پخته، ولی اگه مواد بهش چسبید به مدت 5 دقیقه دوباره کیکمون رو میذاریم داخل فر تا کامل بپزه. شما میبینید که کیکمون چقدر قشنگ پخته و چه بافت نرمی داره.